آقا سلام، خوش آمدید به یه ویدیو دیگه. اومدیم با هم FC بزنیم، اونم رایوال. اینم اسکواد منه. بریم با هم بازی شروع کنیم. برو بریم. آقا بازی شروع شد. ببینیم تیم حریف چه شکلی. رئال مادرید فور ایور. اوکی. اوه، اسکوادش خیلی خفنه. مسی و رونالدو توی اسکواد. میگم من یه ماه نبودم، الان تیما خیلی خفنه، ولی ما باز امیدمون از دست نخواهیم داد دوستان. بریم بازی شروع کنیم. حالا تورس، واتکینز میده، گرد مولر که خیلی دیر میده. مسی رو داریم. حالا دوباره که آفساید شد. چرا نمیزنه؟ بزن دیگه. یعنی این همه وایستادی که همچی پاسی رو بدی؟ که حالا بارکولا یه سانت. مسی میخواست بیاد هد بزن پشمون. اشمایکل خیلی خوبه تو دروازه. حالا میگم الان بدتر میشه. خیلی خوبه، همه توپا رو میگیره. امیدوارم این بازی هم همینجوری باشه. چیکار میکنه با رونالدو؟ رونالدو چرا شماره 10؟ آها. اوه نه، بله گل خوردیم دوستان. اشکال نداره، ما امیدمون از دست نمیدیم. تورس، فران تورس، یه پاس مولر نمیرسه. حالا وینیسیوس جونیور شوت فیک زدم و خیلی دیر بود. چرا اینقدر توپ انداخت جلوش نمیدونم. حالا نه حالا مالا نداریم، تموم شد، گرفتم. که پاس بده به مولر. برو دیگه اودگارد چرا حرکت نمیکنه؟ اونور داشته باش. پاسکاریش میکنه بازی رو. چرا یه دفعه خراب کرد کارو. حالا یه پاسکاری خیلی خوب میره، تیمش خیلی قویه، ولی باز ما هم امیدمون از دست نخواهیم داد. ما قوی میمونیم. اوکی. برو. خیلی خوب دفاع میکنه، اما اصلا بلد نیست توپو نگه داشته باشه. اوه چه تکلی زد مولر. خیلی بد زد توپش مولر. دومفریز. آخ مسی خطرناکه. حواسم هست. آفرین. برو خودت کلاوس. خطا دیگه، خطا نیست. جالبه. وای، مثلث هم تشکیل داد. وای، دفاع خالی کردن، ولی ما امیدمون از دست نمیدیم و گل خوردیم و خوشحالی مسی هم میره. یه رئالی فن، رئال مادرید فور ایور. ولی ما امیدمون از دست نمیدیم و چون خوشحالیش تاکسی خیلی داره خطای بدی میکنه، خیلی بازیش. اوکی بچه ها، برگشتیم. بالاخره طرف بازی رو استارت کرد. برو بریم.
اوکی تو میگیره میگه بیرون میره. اوکی ما بازی استارت میکنیم. دستم خورده بود بازی استاپ شده بود. خب آقا بازی شروع کرد بالاخره. خیلی قطعه ارتباطای خوبی انجام میده. واقعا نمیفهمم چرا دیگه گل نمیشه. صدایی داد. اوکی وینیسیوس مولر. وینی باید الان بره. وینی رفت ولی خیلی دفاعش قدره. زدی یا توپو به زور زد. حالا تورس باز خیلی کم جون میده. وای رونالدو پویول خیلی قدره. خیلی چغر بد بدن. چی کار میکنه واقعا. اگه حالم از این پلیر رو به هم میخوره این کار میکنم واسه فقط وقت تلف کردم. بازی کثیف. خطا که میکنه پس بیا اینم بخورش. من تا زمانی که زنده‌ام میدونم که مثل من دیگه نمیاد. خشم منو آتیشی میکرد. البته 3 تا خوردیم. اشکال نداره برحال درست میشه. سری بازی رو شروع کنیم که نشد که بشه. میریم واسه نیمه دوم جبران میکنیم دوستان. اصلا نگران نباشید. هیچی بابا چی. نمیفهم چرا داور سوتو نمیزنه. اوکی این هم از نیمه اولمون 3-1 به نفعش تموم شد ولی ما میزنیم. مطمئن باشین که میزنیمش. مطمئن باشید دوستان. 2 تا اود نرفت ولی باز فرق نکرد. تو هم بهتر هم شد برای ما. اودگارد اون بالا رو اگه خوب پاس بده که نداد. نه خوب پاس داد طرفا پس میگیرم. بوفون آورد جلو. خب میخواست ادای ما رو در بیاره که خواهی مثل من باشی موفق باشی. ایوه برف میزنی. تو باز دست رفت. هی میخواد ادا من رو در بیاره و نمیتونه. ای بابا هیچی من نمیشم. وای پویول خیلی چقدره بابا خیلی کنده. گرد مولر برگرد دفاع خالیه. تورس برو. وای زدی ها. بگیر توپو. نشد روش خطا کنیم. لذت ببریم. مثل خودش بازی کن. خیلی دیر داد و خیلی هم بد. توپو میگیریم ها. نمیتونیم بگیریم. این گرفتم ها. یه حرکت بزن. ضربه. وای بیچاره
نابود شد. گرد مولر، آقای داور همینجوری داره میزنه. خدایی به رونالدوش قرمز بده دیگه. خب آقا برگشتیم، بالاخره بازی رو شروع کرد. بچه جالبه عکس اسکوادش رو فرستاده بود، مثلا میگفت همه پلیرام 99 هن، ولی ما امیدمون رو از دست نمیدیم. ما به هر حال بازم امیدمون رو از دست نمیدیم. گل تمام 3-2. داریم به بازی برمیگردیم. انگار پلیرهای 99 هم زیاد به دردش نخوردن تا اینجای کار. یا پاس خوب تورس، وای خیلی خطرناک. پیرلو هم که داره، مدواکه هم که داره، نشد که بشه. آها حالا دوباره واتکینز، تورس، برو واتکینز، دادم گره لاجی. واو اسم جدید برای گرد مولر، واتکینز. خیلی شانس داره این توپا گل نمیشه. ویلاخ هم نشون داد. اوکی برو پاس وینیسیوس جونیور رو تمام. حساب کار 3-3 میشه. بله تا من اینجام تمام. استوب هم میزنه، پشما شیخته. خب بچه بالاخره بازی استارت کرد، ما با بازی برگشتیم. دوستان از این ویدیو نتیجه گیری کنید که هیچ وقت تسلیم نشید. البته تا وقتی که گل نخوردید، تا من الان هم گل نخوریم صلوات. حالا اودگارد، نمیتونیم پیرلو دریبل کنیم. وای نه 4-3 شد. بازم که اون خوشحالی رو رفتی دوستان، بازم میشه جبران کرد، کار نشد نداره. میتونیم بچه ها، میتونیم. امیدتون رو از دست ندیم. حالا بده وینی، گرد برو دیگه. وای اوکی خیلی بد هد زد. خطا که نیست آقای داور، خیلی خطا میکنه واقعا. نمیفهمم چرا انقدر خطا میکنه. چقدر بد پاس میده، دفاعم که خالی. باید برگردیم. رفت مثلا میخواست پیسشو به رخ بکشه. اوکی بزن سریع تر دیگه. حالا یه توپ گیری، حرکت خوشگل. اوکی وای امیدمون از دست نمیدیم، هنوز وقت هست، هنوز خیلی وقته. بزن گل دقیقه 88. باور نکردنیه. گل نمیخوریم، ما گل میزنیم. میتونیم گل بزنیم اگه برسه. خطا نیست، فقط زد زیرش چون میدونست اگه برسه به من میتونم. و 4-4 میشه. چه بازی بود بچه ها، چه بازی بود. اوکی بچه ها، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و ساب فراموش نشه. و اینکه حیف شد نبردیم.
و تا یه ویدیو دیگه فعلا خدافظ.